سلام. امروز اومدم با یه ویدیو جدید دیگه. میخوام یه کار متفاوت بکنم. من هر هفته هی گلگیاهامو عوض و گز میکنم، هی گلدوناشو عوض میکنم، گیاه جدید میگیرم. امروزم اومدم این گلدون جدیدمه، حسن یوسف کاشتم، توش یه دونه کوچولو بریتیش آیوی یا همون رونده انگلیسی ابلق کاشتم، خیلی کوتاه بود دیگه، زدم توش قبل از اینکه ریشه بزنه. اینم پوکدات میشه خالی، خیلی گیاه دراماتیک و لوسیه. یه ذره آبش کم و زیاد بشه یا دما از اون رنجی که میتونه تحمل کنه متفاوت باشه، برگاش میریزه. خب من جعبه های پنیر یا ماستی که گیرم میاد و قبلا میریختم دور، ولی از اون جایی که خیلی گل و گیاه درست میکنم گفتم که هم مقاومت داره، در واقع سفتیش و ضخامتش جوری هست که بشه توش گل کاشت. میگیرم یکم رنگش میکنم با رنگ اکریلیک که مشخص نباشه. اینا مال کریم پاف بوده. کریم پاف میشه شینیای نزدیک به شینیای نارنجی که خودمون داشتیم تو ایران. اونم جعبه پنیر رنگش کردم که زشت نباشه، میخوام برای دوستم گلدون درست کنم. اینم جعبه ماسته، هم کمتر آشغال تولید میشه و هم انگار از اینا دوباره استفاده میشه. میخوام اینا رو بکارم. اینا اسمش هست پرپل هارت یا قلب بنفش. تو ایران تو همه حیاط ها میتونید ببینید، مخصوصا خونه مادر بزرگا همیشه بود. اینجام تزیین یه گلدون همسادمون دیدم، ایشون بهم قلمه داد. اینم بریتیش آیوی هست یا رونده بریتانیایی، دو رنگم هست و من میخوام، اولین بار من از این گیاه دارم، تا حالا از این گیاه نداشتم، میخوام بکارم ببینم که چجوریه. البته من دیدم اینجا تابستون میذارن بیرون، اینجا تابستون یه سری شبای سرد میشه، گرم میشه، گرماش بعض وقتا مثل دبیه، خیلی بارندگی زیاده، ولی خب مقاومه، اینجور که مشخصه زنده میمونه، ولی اگه تو فصل سرد میمیره یا باید بیاریمش داخل. ببینم خاکی که گرفتم. من اینو 3 قسمت کردم ولی فکر میکنم میشه این رو هم کات کنم. من خیلی ویدیو آموزشی دیدم و خیلی سالم دیگه حالا چیز میکنم، ولی تا حالا از این گیاه نداشتم. فکر کنم اگه اینم بکنم باز اینم 2 شاخه بشه، قابلیت اینو داشته باشه که پروپیمون تر بشه تا اینکه اینجوری دار دراز بره بالو. گیاه پرپشت یا به اصطلاحاً میگن بوشی، گیاهی که پرش میکنه به جای که باریک جوری آویزون بشه. خب من تصمیم گرفتم این گیاه قد بلندورم 3 تیکش کنم، 3 قسمتش کنم که پرپشت‌تر بشه، چون هرچی گل گیاه دارم. اینا بچه از خانواده ترادسکانشیا هست. حالا بهتون نشون میدم، من نمونه دیگه‌ش هم دارم، یه نمونه دیگه‌ش رو دارم بهش میگن، یه اسم دیگه‌ش هم هست وندرینگ دود یا فرد سرگردان، وندرینگ جو هم بهش میگن، یهودی سرگردان. کاشتم. حالا نوبت خانم آیوی، اینجوری تزریقش میکنم به خاک، ریشه در خاک بزنه. یم اینجوری میذارم. خانم ماترنگک بعدی، الان دختر خوشگل بعدی رو میزنم، بعد جوری با قاشقم یه ذره چیز میکنم. میتونم کوچککو هم که زدم اینجا برش دارم، ریشه زده یه ذره. خب الان برش دارم بزنم دوباره اینجا، همشون اینجا باشن، کنار هم باشن شاباتی ها. خب دوستان، من ایرم آوردم، اینم گیرم اومده، اسمش هست سویت پوتیتو واین که در واقع برگ سویت پوتیتو هست، ایمپولا بتاتا در واقع هست. اینم به عنوان تزیین مثلا میزنن کنار گلدونای ترکیبی. اینم مثل آیوی میشه هم بذاریم توی آب
ریشه بزنه، هم که مستقیم بکاریم توی خاک. خب من برای که از دست ندم یه مقدارشو میذارم توی خاک، یه مقدارشو تو آب نگه میدارم که اگه نگرفت گیاه نمیره و من این نژاد رو از دست ندم. بعد بهتون نتیجه رو نشون میدم. من اینو میزنم این وسطو، قشنگ رفت آخر. کمی هم بهش آب میدم. ببینیم چقدر طول میکشه تا بگیره اصلا ریشه بکنه و در واقع ریشه بکنه و بزرگ بشه. ببینیم چقدر طول میکشه. اینم اینجوری کاشتم. داخلم میذارم چون بیرون یهو هوا خیلی گرم میشه و بارون شدید میاد. دیشب طوفان اومده بود و ممکنه ریشه نگرفتن، پا نگرفتن اذیت بشن. یا من هی رنگ کردم اینا رو، دست و اینامون رنگی شد. یه کمی آبیاریش میکنم به حد کافی، انشالله که بگیره. نتیجه رو بهتون نشون میدم. دوستان چون گفتم اینم نوع دیگه همون گیاه پرپل هارت هست. این بهش میگن وندرینگ دود یا وندرینگ جو، فرد سرگردان. اسم علمیش هم هست ترادسکانشیا. اینم این مدلشه که اینجوری بلند میشه. زبرا هم میگن چون دو رنگه دیگه، زبرا میشه گوره خری. گیاه خیلی مظلومیه، آب کم میخوادم، هفته یه بار من بهش آب میدم. خیلی رشد میکنه اینجوری، ولی بعد یه مدتی اینجوری میشه که مثلا یه برگاش میریزه یا خشک میشه یا اوش شادابی رو نداره. به خاطر همین هی من قلمه میکنم میذارم، میبینید قشنگ میشه. تو آبم زنده مونه، خیلی هم زود ریشه میکنه. واقعا اصلا در از 3-4 روز بزنیش تو آب ریشه میکنه. هم تو آب میتونید نگرش دارید، هم که بکاریدش. خیلی خوشگل ملنگا. مثلا این برگش مشخص نوع اکلیلیه، اصلا برق میزنه. اینا نوعاش خیلی قشنگه. مثلا این برگش نوعه، ولی مثلا اینا قدیمی ترن. که اینم جوریه که باید مثلا هر 6 ماه یه بار گلدونش در بیاریم، دوباره تیکای کوتاه‌تر بزنیم که به قول معروف بوشی بشه، پر بشه. اینم بگونیا هست که دارم. اینم هدیه گیرم اومده. در واقع واینری هست، در واقع مثل رونده هست. واینری یعنی مثل پتوس، اینجور میرزه پایین. اینم میرزه پایین، اینم میرزه پایین. مثلا پتوس هم اینجوری میرزه پایین، اینجوری ما حال زدیمش بالا، اینجوری میریزه. مثل او گیاه کالاتیا یا اون یکی اینا نیستن.